مسکن چی میشه؟ الان بریم ملک بخریم یا نخریم؟ اصلا طلا داریم بریم طلاهامون رو تبدیل به مسکن بکنیم یا اصلا پول نقد داریم بریم طلا بخریم یا مسکن بخریم؟ همه این سوالاتتون رو قرار پاسخ بدم. فقط زحمت بکشید، عشق بدید، یه لایک بکنید این پستا و حتما هم سیوش کنید که داشته باشیدش و حرفام یادتون نره. رفقا یه نکته‌ای بهتون بگم، من 2 سال، حالا کسایی که چند سال منو دارن دنبال میکنن میدونن 2 سال من طرفدار پروپا قرص طلا بودم و همش روی همه اعداد میگفتم طلا بخرید. الان که رسیده به 7 میلیون تومان و دارم بازار مسکنم میبینم، البته بهتون بگم من خودم هم طلا خرید و فروش میکنم هم ملک، ولی الان سازنده ها گیر پول هستن و ملک رو میتونید با تخفیف زیادی بخرید. ملکی که 4 میلیارده تا 3500 3300 3400 هم میتونید بخرید. ملکی که 10 میلیارده تا 9 تومن 8 تومن هم راه میاد اگر پولتون نقد باشه. طلا به نظر من الان نوسانات خودشو کرده، سود خودشو داده. یه سود جزئی دیگه اگر بتونه بهتون بده یکم دیگه میتونه بره بالا فعلا، ولی بعدش میتونه به اهداف بالاتری 9 تومن 10 تومن 11 تومن برسه. ولی ملک اگر نداری به نظر من میتونه 50% جهش کنه و رشد کنه. برو حتما ملکتو بخر قبل از عید، نشد قبل از عید تا اوایل فروردین اوایل اردیبهشت بخر ملکتو. خیلی دوست دارم. این پستم بفرست واسه هر کس که میدونی به دردش میخوره. ارادت.